درود بر شما، هدا هستم. امروز میخوام این پوزیشن انعطافی ساده ولی خفن رو بهتون یاد بدم. شاید تو نگاه اول بگین که این پوزیشن خیلی سخته و من نمیتونم اجراش بکنم، در حالی که یه پوزیشن ساده است که فقط یه سری ترفند داره که شما با هر تیپ و استایل بدنی، با هر نوع سابقه ورزشی میتونی انجامش بدی. فقط قبلش یه سری تمرینات کششی رو با هم انجام بدیم که بدنمون آماده بشه. آخر ویدیو دقیقاً بهتون میگم که چیکار کنیم. بریم با هم. حرکت اول، دست چپو میبرم بالای سرم و میکشم و نگهش میدارم. هدف اینه که این عضلات زیر بغلم بالا تنم بره تو کشش. دم و بازدمم داشته باش. این از اون حرکتی که شما هر روز میتونی انجام بدی. اگه بدنت خشکه، صبح که پا میشی از خواب احساس میکنی بدنت داره ترک میخوره و نمیتونی خوب حرکت بکنی، یه از این تمرینات روزانه است که میتونی حتما هر روز انجام بدی. 30 ثانیه این حرکت رو انجام میدم و جهت رو عوض میکنم. دم و بازدم یادت نره. فقط نگه دار، نفس بکش، بدنت رو ریلکس نگه دار. خب تو این پوزیشن میشینم، دستامو میبرم، یعنی کل بدنمو میبرم سمت راست بدنم. دقت کن تا جایی که بدنت راحته، تا جایی که میتونی. حالا من این نهایتش میتونم بیام پایین، ولی قرار نیست شما که تازه پای تا آخر بتونی بیای. خب تا هر جا که بدنت راحته، 30 ثانیه فقط تو حالت راست بدنت نگه دار و نفس بکش البته تا هر جا که بدنت اجازه میده. حالا 30 ثانیه بعدی دستا میاد جلو، وسط، مرکز بدنت. نفس یادت نره. دقت کن هیچ جا نباید بدنت به درد بکشه، فقط کشش تا هر جا که بدنت راحته. اینم عالیه برای اونایی که کمر درد دارن، بدنشون خشکه، تازه از خواب پا میشی. این حرکت فوق العاده است. حالا میام سمت چپ بدنم. نفس کشیدن یادت نره. ثانیه هم این پوزیشن میمونی. پوزیشن نشستم، دست راستم میچرخه میاد پشت بدنم، دست چپم سمت عقب و تو همین حالت میمونم 30 ثانیه. یه جوری بالا تنت پیچ خورده دیگه. حالا جهت رو عوض میکنم، دست چپم رو میذارم رو زمین. دم و بازدم بگیر حتما. بازم میگم این از حرکتایی که شما صبح از خواب پا میشی تو رخت خوابم میتونی انجام بدی. قبل از اینکه پاشی کاراتو انجام بدی، این سری تمرینات کششی رو انجام بده. هم گردش خونت سرعت پیدا میکنه، حالا بهتر میشه، هم از اون خشکی در میاد بدنت. یکی دیگه از حرکتایی که من تو همه کلاسام میگم، تو همه ویدیوام تقریبا هست، این حرکت فوق العاده است. یه حرکتی که حتی بعضی وقتا کمر درد شما رو هم تسکین میده. میدونی چرا؟ خیلی وقتا کمر درد ما فقط به خاطر اینکه انعطافمون تو ناحیه کمه. خب یه مفصلی اینجا هست که ما تو حالت عادی خیلی ازش استفاده نمی‌کنیم و تقریبا انگار زنگ میزنه اون مفصل. ولی با این حرکت داریم روغن کاریش میکنیم. چپ و راست زانواتو بیار داخل. خب یه حرکت دیگه، پای جلو رو خم میکنم 90 درجه میذارم جلو، پای عقبم هم خم میکنم 90 درجه میذارم عقب. خب و تلاش میکنم که لگنم رو از رو زمین جدا بکنم. اگه ورزشکار نیستی یا اگه واقعا
حرکت خیلی برات سخته، میتونی از دستات هم کمک بگیری، ایرادی نداره، ولی فوق‌العاده است برای کف لگنی. میگم خیلی وقتا کمر دردمون فقط به خاطر کمبود انعطافه. 30 ثانیه. دمو بازم یادت نره. حالا جهت رو عوض میکنم. 30 ثانیه بعدی گفتم اگه خواستی میتونی از دستات هم کمک بگیری. حرکت بعدی 4 دست و پا قرار میگیرم. خب یه ذره پاشنه‌های پا از هم دیگه دور میکنم و باسن رو میکشم سمت عقب، نزدیک زمین میکنم. اگه میتونی بچسبه به زمین که اوکیه، نمیشه تا جایی که بدنت اجازه میده. اصلا سخت نگیر به خودت. با دم و بازدم این کشش رو باید داخل کشاله ران و بیرونه باسنت احساس بکنی. بازم میگم درد نه، فقط کشش. حالا حرکت بعدی، این پامو خمه از بغل میارم بالا. یک. اون چی که مهمه وقتی پامو میارم بالا، این تاجی لگن هست، اینم همزمان باهاش نیاد بالا. این روبروی زمین، عمود بر زمین نگه دار، یعنی رو به پایین باشه، فقط پاها میاد بالا. 30 ثانیه هم تو این پوزیشن ادامه بده حرکت. 30 ثانیه با پای بعدی. اما بازم یادت نره. اصلا خودت متوجه میشی این مفاصلت داره روغنکاری میشه، داره نرم میشه. خب بعدش حالت گربه خم میکنم پشتم و تا جایی که میشه یه ذره میارم پایین، باسن رو میدم بیرون تا جایی که میشه. پشتتو گرد کن، بده بیرون با دم و بازم. اینم یه حرکت فوق‌العاده است برای کمردرد. هر موقع کمرتون درگیره پس کار روزمره، این حرکت رو چند بار بریم، عالیه. دراز میکشم به پهلو. حالا میخوای تو این پوزیشن باش، دستاتو بذار زیر سرت، خیلی مهم نیست. پاتو 90 درجه بیار داخل شکم و پای بالاتو جدا کن. همین فقط. داخل ران بیرون ران یه ذره کششو باید احساس بکنی. میگم تا جایی که فقط بدنت راحت باشه، هیچ جا قرار نیست به درد بکشه اصلا. دم و بازم هم یادت نره. جهت رو عوض میکنی. میشینم راحت، کف پامو میذارم رو هم دیگه. خب و سعی میکنم زانوهامو به زمین نزدیک کنم. نه دستام کمک میگیرم نه از این نیروی خارجی، خودش باید بره. خب تاپ بده. حالا اگه میتونی، اگه بدنت اجازه میده، این زانوهاتو نزدیک باسنت کن و انجام بده. اگه نه تا هر جایی که بدنت راحته واقعا، یعنی اصلا به خودت فشار اضافه ای نیار. همینو تاپ بده و سعی کن آروم آروم سرتو به زمین نزدیک کنی.
حالا یه پاتو خم میکنی و نزدیک سینه میکنی تا جایی که بدن اجازه میده. خب یه کششی رو بعد اینجاها احساس بکنی. نگه دار فقط 30 ثانیه تو همین حالت نگه دار. نفس بگیر. حالا یه ذره که حرفه‌ای تر شدی، جلوتر که رفتیم، سعی میکنیم بیشتر به خودمون نزدیک کنیم. اولویت راحتی بدن شماست. 30 ثانیه توی این حالت بمون. و حالا پامون رو عوض میکنیم. اینم بگم ما همه ما آدم‌ها یه طرف بدنمون کوتاه‌تره، یه طرف بدنمون ضعیف‌تره. خب اگه دیدین که پای چپ و راستتون به یک اندازه بالا نمیاد، نگران نباشید، این طبیعیه. نگه دار 30 ثانیه تو این حالت. حرکت بعدی، دوباره حالت 4 دست و پا. یه پا رو میارم جلو و نگه میدارم، خم میکنم به سمت جلو. پایی که عقب مونده رو صاف میکنم و سعی میکنم نگه دارم فقط تو همه حالت، تو همین پوزیشن. این که پا تا چه حد میاد جلو بستگی به بدن خودت داره، تا هر جا که بدنت اجازه میده. من میتونم تا جلوترم بیارم ولی خیلی نیاز نیست، تا هر جا که بدنت اجازه میده. 30 ثانیه تو همین پوزیشن بمون. یه کششی رو تو این ناحیه که بهش میگیم فلکسر، اینجا باید احساس بکنی. یه کششی رو پشت پا تو همسترینگ باید احساس بکنی. فقط نگه دار تو همین پوزیشن. و حالا پامون رو عوض میکنی. پشتم نه اینجوری صافه نه اینجوری روزه، راحت باشه بدنم. فقط نگه دار. نفس کشیدن یادت نره چون خیلی مهمه. تو با نفس کشیدن اکسیژن میرسونی به بافتای بدنه و وقتی اکسیژن بهش میرسه راحت تر عمل میکنه. ادامه حرکت. دوباره 4 دست و پا. دست چپمو میارم داخل تا جایی که بتونم این سرشونه چپمو نزدیک زمین کنم. اوکی؟ دست راستم میره بالا، نگه میدارم. فقط همین تو همین حالت 30 ثانیه نگه دار. حتی اگه بدنت اجازه نمیده این سرشونه چپت نزدیک زمین باشه، عیبی نداره، تا جایی که میتونی، تا جایی که بدنت اجازه میده. 30 ثانیه تو این پوزیشن بمون، بعد عوض میکنیم. فوق‌العاده است این حرکت. عوض میکنم. حالا دست راستم رو میبرم داخل، دست چپم رو میارم بالا و به دست بالا نگاه میکنم. حواست باشه لگنت خیلی به چپ و راست متمایل نشه، وسط بمونه. بالاترت یک کشش خوبی رو احساس میکنه که واسه اون حرکتی که میخوام اجرا بکنیم لازمه. یه حرکت محبوب دیگه و پرکاربرد، حرکت پل باسن یا پل سرشونه. چطوریه؟ گودی کمرم کاملا چسبیده باشه به زمین، بین دوتا زانوهام به اندازه یک مشت بسته فاصله است و کمر رو میکشم بالا. فقط دقت میکنم موقع بالا پایین رفتن لگن فاصله بین زانوهام تغییر نکنه، یعنی هی باز و بسته نشه پاهام. با همین استایل میرم و برمیگردم و دم و بازدمم به شدت مهمه توی این حالت. عالیه برای کمر دردا. حالا یه کوچولو مکس میکنم 2 ثانیه. حرکت بعدی، پای راستم رو خم میکنم، زیر زانو رو میگیرم. بالای زانو رو نگی، زانو آسیب میبینه. زیر زانو رو بگیر و بکش فقط. خب اون پای چپتو آزاد کن روی زمین. حالا اگه میتونی گردنت هم بیار بالا، خیلی مهم نیست چون میخوایم کشش پشت پا رو بیشتر درگیر بکنیم، احساس بکنیم. حالا گردن بیاد بالا یه ذره شکمت هم درگیره دیگه، ولی خب نگه دار. حتی اگه نتونستی برو پایین، فقط نگه دار 30 ثانیه تو این پوزیشن و سعی کن کشش این پشت پای راستتو احساس بکنی.
دم و بازدم میسم که خیلی مهمه. عوض میکنم پا رو تا جایی که میشه زانوتو نزدیک به سینه کن و بکش. این هم از اون حرکتایی که برای کمردرد فوق‌العاده است. حرکت. من اول ویدیو گفتم که این حرکت ها، این پوزیشن ها یه سری ترفند داره. یکی از ترفنداش لباستونه. خب من لباس رو یه جور پوشیدم که وقتی حرکت رو دارم اجرا میکنم دست و پام یه جوری گم میشه، یعنی مخاطب به چالش میفته تا دست و پای شما رو پیدا بکنه. ولی حرکت بسیار بسیار ساده است. همین الان امتحان کنید. اولی که به پهلو دراز میکشم، خب این جفت پام رو هم میذارم 90 درجه، پای زیریمو از زمین جدا میکنم. خب دستم که زیره رو میذارم پایین رو پنجه، یعنی این پای پایین من رو دست پایین من سواره. اوکی؟ پایی که بالا مونده رو بردار بیا جلو تا جایی که بدن اجازه میده، بیا جلو رو پنجه پا راحت تره. دستی هم که بالا مونده رو بذار کنار سرتو بیا پایین به همین راحتی. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم میتونین حرکت رو اجرا بکنین. دوستتون دارم. ویدیوهای بعدی با هم تماشا کنین. پوزیشن‌های خفن دارم. فعلا